پیروی مذهبتون کنین. هر کی چیزی میگه نمیگه اونها را تماما حتی نگاهشون نکنین. نگاه کردن و گوش کردنشون گناه است. در اصطلاح علما کلمه تقلید معناش قبول کردن شخص غیر مجتهد قول یک مجتهد رو بدون طلب کردن دلیل حجت از برای قولش. قبول قول مجتهد به دعوا و جنجال که دلیلش از کجا است، سخن از کجا گفته است. در هر جایی از دنیا هر عالم و دانشمند که فتوا صادر میکند شما از او سوال کنید قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، یعنی بگو اگر راست میگویید دلیل خود را بیاورید. این آیه قرآن است، سوره بقره سوره 2 آیه 111. اگر سخن آن عالم آن شیخ با قرآن و حدیث مطابقت میکرد سخن او را بپذیر، اگر مطابقت نداشت رهایش کن. هر چهار ائمه بزرگوار را